2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Haziran با تو اینجا چی کار میکنی؟ خیلی دلم برات تنگ شده بود. آخرین باری که با هم رقصیدیم کی بود؟ آها، پس خیلی وقت گذشته. زیاد بوده. بگو ببینم، حقیقت داره که استانبول رو رها کردی؟ یعنی اینجا هتل مدیریت میکنی؟ از کجا به کجا رسیدی حزیران؟ بیا بریم برقصیم. بیا بریم. بیا دیگه. یه جزیره آرامش بخش، یه زوج عاشق، چی بهتر از این میتونه باشه؟ ولی خب زندگی همینه، همیشه قرار نیست آفتابی و قشنگ باشه. پویراز یه باده، ولی من یه طوفانم و با یه طوفان ممکنه همه چیز نابود بشه. بزرگترین حیله دشمن دوستیه. سلام، من باتو هستم، بزرگترین دشمن شما و در عین حال بهترین دوستتون. سوسیس دارم بوده بیا. سوسیس دارم که داغه توش پر گوشت گاوه. بفرمایید حبیب جان، بفرمایید. ممنونم. خواهش میکنم حبیب جان. بیا داداشم، نون و سوسیس محشر بزن به بدن برادر. آخرین باری که با هم رقصیدیم کی بود؟ دبیرستان میرفتیم آره؟ به نظرم باید بیشتر برقصیم. پایراز. بله نشنیدم. یکی طلبت. آدم یه زنگ میزنه دیگه، اون همه منتظر زنگت شدم، میزنه ولی ازت خبری
چقدر گذشته؟ از آخرین دیدارمون 2 سال گذشته نه؟ ها ببخشید من حواسم نبود. آها مهمون افتخاریمون اومده. خوش آمدی. لطیف هم همین طرفا بوده ولی فکر کنم رفته به مهمون سر بزنه. بفرمایید راحت بشید. وای اینجا رو ببین کی اومده. جمع استانبولیمون کامل شده مثل قدیما. این تیم 3 نفری خیلی قویه. تو این طرفا چی کار میکنی؟ با تو 5 دقیقه میای. باشه بری. همیشه اینجوری میمونه نه؟ من نامرئی میمونم. حزیران جونم شما خیلی به هم می اومدین. بی خودی بی خیال اون پسرش. چرت و پرت نگو بیرژیک. اهالی گرانقدر جزیره از این لحظه سرویس سوسیس افتتاح شده. بفرمایید سرویس دهی سوسیس شروع شده. همش رایگانه. بفرمایید نوش جان. سوسیس داریم که داغه توش پر گوشت گاوه. بفرمایید. ببخشید داشتیم از چی حرف میزدیم؟ از طرف مرکز غذایی صادق از باتوی عزیز به خاطر کمکاش ممنونیم، چون برای سرویس سوسیس ایشون اسپانسر شدن. یه دست به افتخارشون بزنید، اونم مرتب. بزن دست قشنگرو. آفرین بزن بلند. از دیدارتون خیلی خوشحالم. شله ممنونیم. نوش جان همگی. نوش جان صادق جان. ولی قرار بود بین خودمون بمونه. مگه میشه همچین چیزی بین ما بمونه؟ باید همه بفهمن شما چقدر گلی. ای قربونید برم من. اصلا نیازی به همچین کاری نبود. من که کاری نکردم. بوراک میز و صندلیه رو جمع کنین، بعدش هم شما دیگه برید، خسته شدین. باشه ممنون. پویراس نتونستیم آشناشیم. من با تو هم. خوشبختم. به خاطر این اتاق سویت ازم متنفری نه؟ حق داری. منم اگه جای تو بودم هرسم میگرفت. خیلی اذیتتون کردم، شرمندم. ولی خب هر کسی یه وسواسایی داره. راستی اینجا خیلی مکان زیبایی شده. دستتون درد نکنه. آره راست میگی. خیلی باحال بود. من با آدمی که دوست دختر داره چی کار دارم؟ عزیز دلم، چیزایی که الان میگی هیچ وقت فراموش نکن. خب به هیچ وجه از ذهنت خارجش نکن. قانون اول، هرگز روحیمونو از دست نمیدیم. همیشه باید اعتماد به نفس داشته باشی. قانون دوم، فعلا قانون دومی ندارم، چیزی به ذهنم نرسید. آخه تو چرا اجازه دادی من یه همچین رویایی رو باور کنم؟ نظر خودت چیه؟ دخترم منو با تنهاییم تنها بذار. آلپر بلند شو بریم دیگه. بیا بریم خونه من. میریم تو استخر شنا میکنیم. هوا هم خیلی گرمه. یکم حالمون جایی. یکم بیشتر میموندی. ملیسا ملیسا جون کرمینام بدم بزنی به خودت. شب جفتتون بخیر. شب بخیر. وایسا ببینم نمیشه همینطوری بذاری بری؟
حتی با ما میای. کجا؟ با ما بیاد؟ خونه بیرجیکی نه، استخرشون. استخر بیریجیک؟ استخر بیریجیک؟ باور کن من اصلا از همچین چیزی خبر ندارم. نمیدونم از چی حرف میزنی. دیگه داری، دیگه خبر داره. تو چی میگی؟ منو که میشناسی، میدونی که صبح زود، غذا، پیاده روی، تلویزیون. من امشب تو اون حال و هوام. آره ملیسا این خیلی مسته جونه، تو منو تنها نذار دیگه. خب بریم. آره بریم، من یه سر بزنم میام. بفرمایید. پویراز، اون پسره یعنی با تو. من که گفتم برام مهم نیست، تعریف نکن. خب حرف نمیزنی؟ چیزی برای حرف زدن نیست. چی میخوای بگی؟ ولی آخه اجازه نمیدی که توضیح بدم پویراز. اون فقط یه دوست قدیمی منه، همین. خیلی لجبازی. خدا میدونه وقتی رابطه داشته باشی چی کار میکنی. کی گفته همچین کاری میکنم؟ چرا؟ یعنی قرار نیست داشته باشی؟ من همچین چیزی گفتم؟ پس چی گفتی؟ حاضران همدیگر رو خسته نکنیم. چیزی هم نمونده که برسیم. تقریبا رسیدیم. لطفاً. نه آخه چی به سرت اومده که اینقدر با رابطه داشتن مخالفی؟ چون برای رابطه داشتن باید به طرف مقابلت حس اعتماد بدی. حالا همش به کنار، باید یه تعهدی بدی و از اونجایی که آدمایی تو این دور زمونه چنین ویژگی ندارن، من ترجیح دادم که تنها باشم. اینطوری بهتره. پس به نظر تو هم قشنگ نیست که آدم با کسی که دوستش داره رویا بافی کنه و با هم جلوی تمام مشکلات وایسن؟ نه؟ نمیدونم. اگه کسی دوست داشته باشم شاید، ولی فعلا اینطوری راحت ترم. حالا میخوام محبوب ترین آهنگم رو براتون بذارم. خیلی دوستش دارم، واقعا قشنگه. چرا نشستین؟ یعنی شماها نمیخواین برقصین؟ نه. اوف، میدونستین خیلی خسته کننده این؟ آره. آلپر، حالا ما ملیسا رو میشناسیم ولی تو چته؟ بیا برقصیم دیگه. بلند شو، پشت دیگه. نکن دیگه. ای بابا از دست تو. اینم یه دور واسه تو. خوبی؟ آره خوبم. اگه میخوای بشینی؟ نه خوبم. ای وای، من حالم داره به هم میخوره، انگار دارم بالا میارم. ملیسا میشه منو ببری دستشویی؟ آلپر منو تو این وضعیت نبینه. بیا دستمو بگیر. وای نمیدونم چرا انقدر حالم بد شد. چقدر گفتم کم بخور؟ به نظر من تو خیلی بدبینی. آدمو میتونن سرنوشت خودشونو بسازن. من اینو باور دارم. راستی کت خیلی بهت میاد. یعنی چیز خاصی نشده، همینطوری فقط خواستم اینو بگم. به نظرم باید بعضی از چیزای خوب تعریف کنم. مامانم دعوتش کرده، میفهمی؟ من خبر نداشتم. شبت بخیر حاضران. شبت بخیر.
یه شب که تارگی سویت پیچم من لطیف چی کار داره میکنی؟ رسیدیم به گوش تو ببین اینجاییم اومدیم رسیدیم کنار هم دست در دست سال هاست همش رویای این لحظه رو تو ذهنم میبافم. اگه اینطوری بگم دروغ گفتم. ولی یه چیزی بگم، اون روز اونجا تو کافه اون دختر با اینک آفتابی نشسته بود، بعد سالها دیدمت اونجا، به این لحظه فکر کردم، به همین لحظه که توشی. واقعا؟ آره واقعا. از مراسم عروسیمون اومدیم، خونه موندم اینطوری کنار هم، دست تو دست هم، صورت به صورت. یالا بریم تو. بریم. فقط رسمی که مسخره بازی در نیار، کمر چیز میشه. نکن دیگه. ببینم تو رو خدا نکن این کارو. من که گفتم که به ولی ارزش ابداع کردن. لطیف همیشه همینطوری بخندیم. باشه. همراه دخترامو. یه لحظه. چه این وقت شبی؟ قرارمون فردا ساعت چند؟ یه کار خیر. ساعت 2. چه کار خیری آخه؟ کی میخواد ما رو از اینجا بلند کنه؟ اول خودم یه امتحانی بکنم. وایسا آروم. بذار خودم پاشم. گرفت. ولی اینطوری نمیشه. بیا. خوبی؟ آره خوبم، بهترم. خیلی خوب. حالا اینجا دراز بکش. فردا صبح حالت خوب میشه. سرتو بذار اینجا. یالا سرتو بذار. ها. آها. تمومه. میدونی من چرا انقدر مشروب خوردم؟ برای اینکه هیجان زده نشم خوردم. وقتی آلپر رو میبینم دست و پامو گم میکنم، مثل بچه ها رفتار میکنم، رفتارای عجیب غریب. امروز برام یه شعری خوند. شعرشو درست یادم نمیاد، اما حسشو خیلی خوب یادمه. با تمام وجودم لمسش کردم. خیلی خوب بود. خیلی وقت بود این حسو تجربه نکرده بودم. آخه من هیچ وقت همچین حسیو تجربه نکرده بودم. فکر کردم یکم با هم خوش میگذرونیم و از این حرفا، ولی بعدش خیلی عمیق شد. من خیلی عاشقم ملیسا. یالا بخواب. خیلی خسته شدی، بخواب. فردا صبحم اگه سرت درد میکرد قرص بخور باشه. ممنون که حواست هست. این حرفو دارم از ته دلم بهت میگم. تو دوست خیلی خوبی هستی. به آلپرم بگو که حالش خوبه، چیزی نیست. فقط خواهش میکنم زیاد تابلو نکن. نگران نباش. اگرم پرسید بگو توپه. یه موقع پیش خودش فکر نکنه من همچین آدمیم. نگران نباش، نمیگم. ممنون. خب دیگه شبت بخیر. خوبه؟ آره خوبه. تو هم پشت سر خودم کشوندم اینجا، کلی بهت زحمت دادم. فکر نمی کردم اینطوری بشه. آلپر، بریجیک میگفت خیلی دوستت داره. از شعرت خیلی خوشش اومده. گفت اولین بار همچین حسی داره وقتی میبینته دست و پاشو گم میکنه. اینا رو میگم ولی نه برای چغالی کردن. اینا رو میگم که آویزه گوشت کنی، نباید به روی دختره بیاری، باشه؟ اونو ناراحت نکن. نه یعنی باشه، خیلی خوب، به روش نمیارم. آره ممنونم، یعنی ممنونیم.
نمیدونم چی باید بگم. پس شب بخیر. من میخواستم برم. اگه میخوای با هم بریم ها؟ نمیخوایی پیش دوست دخترت بمونی؟ نه بابا، اون که دیگه خوابیده. بی خودی خوابشو به هم نزنم. اینطوری تو هم تنها نمیذارم. باشه، من دم درم. باشه. اصلا اینطوری نگام نکن زوربا. انداختمش سطل آشغال. میخواستی چی کار کنم؟ میرفتم گردنبند و مینداختم گردنش. گفتی آره؟ حتما دیوونه شدی زوربا. از اولش هم نباید اون گردنبند رو میخریدم. ببین بی خودی واسم مظلوم نمایی نکن. جا دنبالت گشتم دختر، تو کجایی؟ تو این دنیا فقط تویی که دنبالم میگردی. تو تنهایی اینجا چه کار میکنی؟ غیر از تو هیچ کس نگران من نمیشه. حالا بریم، خیلی خوابم میاد. به علاوه دستخوش، واقعا که اون همه زنگ زدم آدم یه خبر میده، مگه نمیشنوی؟ گوشت سایلنته؟ تو چرا منو دوست داری؟ یا اصلا واقعا منو دوست داری؟ شایدم به خاطر اینکه دختر شهر دارم با هم دوست شدی. حسابی زده به سرت ایدیل، چه ربطی داره آخه؟ حرفای عجیب غریب میزنی ها. تازه نصف شب شده، بریم. باشه دیگه. 20 سال منتظرش شدم. 20 سال. باورت میشه؟ منتظرش شدم. کی 20 سال منتظر کسی میمونه؟ اما من موندم. ولی فکر کنم خسته شدم. من دیگه نمیتونم، انصراف میدم از تمام این بازی‌ها، از همه بدی‌ها، از همه خوبی‌ها، از وانمود کردن‌ها. من دیگه از همشون دست میکشم. نمیشه. خب باشه، حله. به هر حال اون عاشق حاضرانه. همه اینو میدونن و ازش حرف میزنن. چرا خودمو گول بزنم؟ چه خبرها؟ خواهرم، من فردا برمیگردم خونم. شما هم هر طور که میخوای. خوشبخت باشی حاضران. برات آرزوی روزای خوب میکنم. برای همتون.
حداقل امتحان کردم پویراز. شاید تو ندیدی ولی امتحان کردم. پویراز در رو باز کن. میدونم اونجایی، در رو باز کن پویراز. پویراز چه خبر سر صبحی؟ چیزی هست که بخوای بهم بگی؟ نه. که نه. پس این چیه؟ هدیه‌ای بود که برای تو. خب چرا توی سطل آشغال بود؟ چون منصرف شدم. منصرف شدی؟ همینطوری منصرف شدی؟ آره؟ دقیقاً همینطوره. تو چقدر راحت میتونی از بعضی چیزا منصرف بشی پویراز؟ اصلاً هم راحت منصرف نمیشم. برای منم خیلی سخته، ولی هر روز که میگذره تو برام آسونترش میکنی. پویراز من قلبم درد میکنه، نمیفهمی؟ من درد میکشم، تو هم اجازه میدی رسما جلوی چشمتم عمدن اذیتم میکنی. آخه تو چرا این کارو میکنی؟ چرا هر بار یه جوری حرف میزنیم انگار عشق غیر ممکنه؟ چرا هر بار غرورمون به همه چیز اولویت پیدا میکنه؟ چرا نمیتونیم شاد باشیم؟ باشه آروم باش. تو چرا منو بغل نمیکنی؟ چرا بغلم نمی کنی؟ چرا منو نمی بوسی؟ چرا نمیگی باشه همه چی تموم شد و رفت توی گذشته؟ ما چرا نمیتونیم به هم دیگه بگیم که هم دیگه رو دوست داریم؟ من تو رو دوست دارم، فهمیدی؟ دوستت دارم، عاشقتم. حقیقت اینه، این حقیقته. نمیدونم چطور اینطوری شدم، اما خب شد دیگه. من فکر و ذکرم تو شدی، من دیوونت میشم. اما میفهمی؟ گاهی هرسم در میاد و دوست دارم با دعوا کنم. بعدش دوست دارم سرمو بذارم روی شونه ها تو تا ابد اونجا بمونم. دوستت دارم، فهمیدی؟ همین، دوستت دارم.
در رو باز کن، میدونم اونجایی. حتی این بار مطمئنم. باز کن در رو، باز کن. حاضران چیزی هست که بخوای بهم بگی؟ آره حاضران متوجهی ساعت چنده؟ نکنه تو خواب منو دیدی؟ آره یعنی نه یعنی بی خیال، تو خوابم تو رو نمیدیدم. نه تا تو تصمیم بگیری من یه قهوه میخورم. سلام، صبح بخیر آبجی حاضران. صبح بخیر. مرد اونا رو بدش به منم یکم دیگه میام هتل، تو هم برو. باشه. منم یکم بعد میام هتل. میدونی که اونجا هتل منم هست دیگه. فهمیدم. خب چی میگفتی؟ مگه میدونم چی میگم. گلدونو میگفتم. ازش خوشت اومد؟ خوشم اومده که آوردم خونم. اگه خوشم نمی اومد نمی آوردم. خیلی خوب، منم دارم میپرسم خوشت اومد یا نه. میگم تو ذهن منو آشفته میکنی. تازه باید بهت بگم که زیادی هم این کارو میکنی. خبر داشته باش. عزیزم بابت اینکه توجه زیادی به عروسیمون داشتی خیلی ممنونم. تمام عکس‌ها رو میتونید از لینک زیر ببینید. میبوسمتون. زینب لطیف سلام. صبح بخیر و سفر خوبی به پایان این دنیا داشته باشیم. نوشیدنی چرچیلی چیزی تو این خونه پیدا میشه؟ حالمو ببین. مگه چه حالیه؟ حتی یه دونه عکس هم از من نذاشته. عکس‌ها رسیده؟ ببینم. تو برای همین یکم پیش چای و داغ خوردی؟ دیدی؟ دیشب چطور میرقصیدن؟ حتی یه لحظه هم نشستن. آدم باید یکم سرسنگین باشه، مثل آدمای ندید بدید رفتار میکنه. ندید بدید؟ چه حسادتی. غیبت بعد از عروسی هم آدابی داره سلما جون. چرا حسودی بکنم؟ اونا به حسودی میکنن. ببخشیده ولی به چیه تو حسودی کنن آخه؟ زیاد مطمئن نیستم. نکنه تو جاسوس زینبی گل کمهان؟ نه خیرم جاسوس نیستم سلما جون، فقط یه جنگجوی خستم. میشه یکی رو سرم یخ بریزه؟ یخ میخوام. داریم بیا گرکم جا بیا. آی دختر خدا بگم چی کارت کنه، اصطلاح سرت نمیشه. تو پایین رفت زود اساس کشی کرد رفت خونش فوری. یا اینا زودی بچه هم میارن. حالا ببین چه خبره بابا. گرچه شدنی هم هستا، چرا که نه؟ یعنی از لحاظ فیزیکی شدنی. ببین تو داری روی اعصابم رژه میری. یعنی چی از لحاظ فیزیکی؟ گرفتم. مسئله تو رو حل میکنم. مسئله من چیه اون وقت؟ شوهرت میدم. کاندید شوهر آینده شدن تو پیدا میکنم و تو رو تو لباس عروس از اینجا راهی میکنم. البته اگه کسی پیدا شه. به نظرت من اینو میخوام؟ نظر منو پرسیدی؟ نمیخوای دختر؟ پرسیدم نمیخوای؟ میشه خب باشه. آره ببین لوس شدی جواب نمیده. واقعا که خب عزیزم دیشب دیدی که حالش چطوری بود. خب امروزم نیاد چی میشه؟
ولی من نمیتونم یه روزم نیام. من همیشه باید اینجا باشم، نه که من مسئولیت دارم نمیشه یه روزم بی خیال باشم. متوجهی که؟ آره متوجهم. چرا قاطی میکنی؟ ای بابا. ولی خب من میتونم کمکت کنم. بگو چه کاری مونده؟ چیزی نیست. وای. البته منم باید برم. آخه امروز باید برم دبیرستان خودمون. آره تو هم بیا. پسر تو چرا هر جا میری منم دعوت میکنی؟ خیر باشه. شاید به خاطر اینه که صمیمی‌ترین دوستمی. فهمیدم صمیمی‌ترین دوستتم. خیر پیش. چون بیلیجیک خوابه پس من باید اینجا بمونم. باشه. از من گفتن بود. اگه دوست داشتی بیا. خوشحال میشم. تو دبیرستان چی کار داری؟ اون قسمتش سورپرایزه. وقتی اومدی میبینی. حدود ساعت 5 منتظرتم. İyi. Adımız bayağı duyuldu. Neredeyse bütün hafta. آخر هفته رزرو شده. آفرین به ما. میگم این با تو هست. خیلی آدم باحالیه. به نظر تو اینطوری نیست؟ نمیتونم، به من مربوط نیست. خیلی خوب. من یه نگاهی به ساحل بندازم بیا. باشه. میدونی من اعصابم خورد میشه در مقابل این همه زیبایی. من اعصابم خورد میشه چون نمیتونم صبح مثل تو بیدار بشم. بابا آدم چش و چالش یکم پف میکنه، یه اعصاب خوردی چیزی، ولی تو هیچ کدومشو نداری. ممنون. چه خبره؟ چطوری؟ خوبم، بدک نیستم. به نظر من که عالی هستی. راستی تخت خواب حرف نداشت. صبحانم که خیلی به جا بود. پرسنلتونم که محشره. نهیر بعد از این بهترین دوست منه. نهیر خیلی دختر باحالیه، باور کن. اینجا واقعا من کیفم کوک شده. میدونی که گرما و کشمکش اگه استانبول اصلا قابل تحمل نیست. اینجا اومدن واقعا برای من عالی شد. دست مامانم درد نکنه. ولی واقعا دست مامانت درد نکنه. به تو بود که خدا میدونست که میتونیم همدیگه رو ببینی، ولی زندگی دیگه گاهی فاصله‌ای میفته. بعد یهو میبینی از جایی که موندی داری به زندگی ادامه میدی. پس امروز غروب آفتاب یا اول شب از جایی که موندیم یه صحبتی بکنی؟ پویراز چه خبر؟ فردا پس یه صبحانه‌ای بخوریم یا نهارم خوبه. بعد از ظهر چی؟ عصر؟ نظرت راجع به شب چیه؟ 2 روز بعد؟ 5 روز بعد؟ یکم ساکت باشی؟ پس امروز. قبوله، عالیه. به نظر منم امروز خیلی روز خوبیه. حاضران. خب راستش میخواستم یه چیزی بگم. به نظر میاد تو و پویراز رابطه ای چیزی داریم. اگه معذب میشی یا زشت میشه برای من واقعا هیچ مشکلی نیست. درسته من و تو قبلا یه رابطه ای داشتیم، ولی به هر حال همه چی گذشته و جفتمون به راهمون ادامه دادیم. من نمیخوام مشکلی پیش بیاد. نه خیر، ما فقط شریکیم، همین. من وقت غذا خوردن و این چیزا رو ندارم. یه قهوه بخوریم باشه؟ فقط باشه، برای من کافیه. پویراز داری چی کار میکنی؟ داداش صالح داشت باغچه رو نظم میداد. بعدا نگی خبر نداشتم اما اینجا قراره عوض بشه. تو چرا اصلا تو صورت من نگاه نمی کنی؟ نگاه میکنم. خب چرا نگاه نکنم؟ خب قرار نیست حرف بزنی؟ تو 2 روزه داری همینو میگی. در مورد چی حرف بزنیم آخه؟ نمیفهمم. خب نمیذاری که حرفمو بزنم. یعنی در مورد با تو؟ من که بهت گفتم اون قضیه واسم مهم نیست. تو درباره هیچ چیز زندگی من کنجکاو نیستی؟ خب عشق بزرگت دیگه، کنجکاو چی باشم؟ عشق بزرگ؟ چه عشق بزرگی؟ کی همچین چیزی بهت گفته؟ باشه بابا، حالا هر چی، بی خیال. همچین چیزی نیست، فهمیدی؟ عشق بزرگی نداریم. این فقط یه دوست قدیمیه، همین. دوستت؟ آره، نمیخوام بگم عشق سابقم چون اونقدرام پیش نرفتیم. اگه اجازه بدی میخوام کار کنم. اونا چیان؟ اگه در مورد هتل من چرا بیخبرم؟ چون در مورد هتل نیست. اینا آخرین روغن زیتونای کارخونه منن. دارم میفروشمشون. فردا همشون میرن. حالا شد؟ نشد. تو انگار خودت قبلا با کسی قرار نذاشتی. چه قرار گذاشتنی؟ من اینو نمیفهمم. قرار گذاشتن دیگه، یعنی از اینجا از جزیره با کسی تو دوست نشدی؟ غیر از کار نمیخوام درباره چیز دیگه ای حرف بزنم.
بفرمایید خانم جون. ممنونم شوهر جونم. یکی دونه ای. تو هم همینطوری شوهر جونی. فکرشو بکن واقعا اینطوری باشه. وای خدا نکنه. خب خانم جون برای شام چی میخوای بپزی برامون؟ خط رو خط افتاد. یه لحظه صدا قطع شد انگار. تو چی گفتی؟ بله اصلاحش میکنم. امشب برای شام چی بپزم برای شما؟ حالا شد. آره شد. اوه دختر عزیزم اومده. تعجب کردی؟ کاش که یکی بهت یادآوری کنه یه دخترم داری. هر لحظه میتونی منصرف شی. در خونه ما همیشه به روت بازه. ممنونم خاله عالیه جون، ولی اگه قراره انتخابی کنم بهتره همینجا باشه. حداقل اینجا میرم تو اتاق در رو میبندم. صبحونه خوردی چیزی آماده کنم برات؟ لازم نیست مامان بازی دراری. جای مامانمو نمیگیری. قصد همچی کاری نداشتم ایدیل. مشخص نمیشه قصد تو چیه. یه مرد پولدار پیدا کردی و عقد کردی. به آدمی مثل تو نمیشه اعتماد کرد. از هر انتظاری میده. خاله عالیه خواهش میکنم. چرا همه فراموش میکنن که من و لطیف توی گذشته با هم رابطه داشتیم؟ نمیفهمم. بگذاریم دخترم، من میرم. بازم به دیدنت میام. اگه چیزی احتیاج داشتی زنگ بزن. گوشیم همیشه روشن. خیلی ممنون خاله عالیه جون، مرسی. ممنونم ازت واقعا. بیا بذار بغلت کنم. بیا. نه نمیخواد. من یکم خستم، میرم اتاقم بخوابم. اگه زنگ میزدین بهتون پای تلفن میگفتم، ولی کیه که به من زنگ بزنه؟ ایدیل چرا اینطوری فکر میکنی؟ مگه تو جون دل من نیستی؟ مگه یکی دونم نیستی؟ آروم باش عزیزم، حلش میکنیم. به به خسته نباشین، ولی به نظر خیلی سنگین میاد. کمک نمیخواین؟ سلام داداش خوشتیپم چطوره؟ روز بخیر دمت گرم. کارا خوب پیش میره انشالله عزیزی. اینجا رو نگاه. خوبه خدا برکت بده. گسی بر میدارم. بفرمایید. باقیشم بمونه برای داداش گلم. دم شما گرم واقعا. خسته نباشین. چی کار میکنی بروجک؟ آبجی چون چطوری؟ ممنون تشکر. وایسین کمکتون کنم. آبجی من قبلا ورزشکار بودم، از المپیک و اینا مدال دارم. خیلی آره من تا چیزی از رو زمین بر ندارم راحت نمیشم. بگیرش، ادامه بده. بفرست برای من. پاس بده. برو اسماعیل برو که برات فرستادم. بزن گل. اسماعیل گل زده. خیلی با استعدادی مرد جوون. منو ببین، این کارتو میگیری، تو رو میفرستم تو کلاس A بازی کنی، ولی بعد از این اسم تو اسماعیل باشه. حتما. بچه ها ادامه بدید. زیاد خشن بازی نمی کنید باشه. زیاد خشن بازی نکنی. آفرین. اونا کیه؟ فکر کنم مشتری باشن. یعنی از گذشته ها نیستن نه؟ منظورت از گذشته ها چیه؟ نهیر پویروز توی جزیره قبلا با کی رابطه داشته؟ تو داداش پویروز با هم دیگه. ساکت باش. البته که نه، منظورم از قبل از منه دیگه، قبل از اینکه به جزیره بیام. آبجی هزیران، میدونستی اصلا نمیتونی رد گم کنی؟ چی کار کنم؟ خب خیلی کنجکاوم. یعنی بگو چه جور آدمی بود، با کیو دوست بود؟ تو منظورت دوستی نبود، منظورت یه چیز دیگه بود. ببین داداش پویراز مثل رفیق جونجونی من میمونه و میدونی که رفیقا هم هرگز راز همدیگر رو فاش نمی کنن. برای همینم معذرت میخوام آبجی هزیران جون، در این مورد من چیزی بهت نمیگم. نهیر فوراً همین الان برو اتاق جلسات. آبجی هزیران ما که اتاق جلسات نداریم. نهیر حساب منو خورد نکن، تعقیبش کن، را بیفت. نوش جون همگی. ممنون. زینب چه خبر؟ سراش باز میشه گلیوانا برام بفرستی؟ تو چی میخوری؟
آب میشه؟ سرآشپز برای ما 2 تا آب خنک باشه. اگه توی یکیش لیمو بندازی که دیگه محشر میشه. با یه نی بی زحمت. دمت گرم، خدا حفظت کنه. لیمو صبح خیلی خوبه، پف صورتو میخوابونه. من وقتی صبح از خواب بیدار میشم صورتم افتضاح میشه. خب بی خیال از من بگذریم. راستی روز اول ازدواج چطور میگذره؟ گرچه تو عادت داری. با تو من و تو که این همه صمیمی شدیم؟ این حرفا مال آدمای بی سر و پا نیست. خب بعد از این قرار خیلی صمیمی باشی. به هر حال داریم با هم نقشه‌های پست و مرموزانه میکشی. اینطوری هم نیست. تو از این که گفتم عادت داری ناراحت شدی؟ شما چقدر آدمای حساسی شدین، از همه چی میرنجین. انقدر نباید زود رنج باشی، خسته کننده است. خیلی خوب، من معذرت میخوام. از این به بعد شما خطابت کنم خاله زینب، آبجی زینب، زینب خانوم، هر جور که خودت دوست داری، هر چی که میخوای. حالا خوبه؟ ممنونم سرآشپز. نوش جون تو. دمت گرم. ببین پرید رفت. پس به سلامتی. تو یه چیزی تستا؟ خیلی هم خوبم. دیگه برگردیم سر اصل مطلبم. حالا تو به من زنگ زدی، گفتی بیا دخترمو بردار و ببر استانبول. اولا که این کارا به این آسونه نیست. خب اول از همه یه فاکتوری به اسم پویراس داریم که نمیدونم چیه و تو اصلا در این مورد چیزی به من نگفتی. همچین فاکتوری هست و من نمیخوام دخترم با اون رابطه داشته باشه. نه بابا، منم میگفتم الکی زینب چرا با هم تماس گرفته. اونو که خودم فهمیدم، این که تابلوه. ولی تو بگو چطوری؟ اونم تو باید بدونی. با تو من میدونم، تو نگران نباش. من این قضیه رو حلش میکنم، بسپارش به من. یه ویرگولم میذاریم. همه چی حله و حرف زدیم و تموم شده. ولی خب در قبالش چی به من میرسه؟ چی میخوای؟ بذار اینطور توضیح بدم. از شوهر تازه دومادت که شهر داره وقت ملاقات میخوام. اون که ساده است. آره، من از قسمت ساده شروع کردم. چیز اصلی که میخوام، چطور بگم، شاید برات عجیب باشه، حتی شاید خیلی برات عجیب باشه، اما این مسئله برای من خیلی حیاتیه. برای همین نمیشه کاریش کرد. بگم تموم بشه. یعنی واقعا اتاق جلسات محشری داریم اینجا، عالیه. دست کم کسی نمیتونه صدامونو بشنوه عزیزم. آبجی از ایران، میشه رکوراس چیزی که زیر زبونته بهم بگی؟ این با تو هست. خب من و این چند باری با هم رفتیم رستوران. خب این که یه مدت با هم دیگه قرار گذاشتیم اما به ارتباط نکشید. خب نهیر تو سعی داری اعصابمو خورد کنی. آره. منو ببین، اگه یه بار دیگه چیزی برات تعریف کردم باشه بابا، ولی به نظرم داداش با تو هم آدم خوبیه، مگه نه؟ موضوع ما الان سر خوبی و بدی اون نیست. پویراز ازش خوشش نیومده، گرچه از چیش خوشش بیاد خیلی زننده است. اصلا اینم نفهمیدم که چرا قراره 2 ماه اینجا بمونه. بگذاریم، موضوع این نیست اصلا. خب چی کار کنیم؟ برای عشق تو داداش پویراز من هر کاری که لازم باشه رو میکنم. چی کار کنیم؟ بگو. خیلی خوب، پس بگو ببینم قبل از من شده پویراز با یکی تو این جزیره قرار بذاره یا بره بیرون و از این حرفا؟ آبجی از ایران، آخه این که ربطی به موضوع ما نداره. لازم نیست ربطی به موضوعمون داشته باشه. من کنجکاوم، فقط همین. تو بگو ببینم عزیزم، بگو. بذار من بگم. یه عالم دختر بوده، دختر انگلیسی بوده، آلمانی بوده، روسی بوده، هر چقدر بشمارم تمام نمیشم ماشاءالله.
پارسال دوستان تو قایقا کار میکردن، هی قایقا بالا پایین میرفت، حیف تو قایقا کار میکرد. توریستا که پویرازو میدیدن نمیخواستن اینجا برن، یه سریا خودشونو میبستن به قایق به دریا، نمیذاشتن، میگفتن یا پویراز یا هیچ کس. همشون هم پولدار بودن ها، شوخی موخی هم نمیکنم. پویراز پسریه که سرش تو کار خودشه بابا، مشغوله. به خدا جدی میگم بابا، این پسر نگاهش حتی به هیچ کس نمیفته. باور کن. چرا ساکت بشم؟ چرا وقتی بحث پویراز باشه من واسه چی باید ساکت بشم؟ اینجا چه خبره؟ هیچی، داشتم با دوستان به راجع میکردم. شیربلال، راجع به شیربلاله، میخواد تازه است، بخور. بیا شیربلال بخور که داغه. برو صادق برو. بعدش هم اینجا فروش ممنوعه باشه؟ جایی ننوشته که. دیگه نمیخوام اینجا ببینمت. یعنی چی؟ کنار هتل دوستم نمیتونم بفروشم؟ نهیر تو اینجا چی کار میکنی؟ هیچی. برو هتل که خالی نمونه. و اما تو حاضران، اگه در مورد من کنجکاو شدی مستقیم از خودم بپرس. فهمیدی؟ فهمیدی؟ ببینیم چی داره خرید میکنه. یه روز گرمه، نزدیکای ساعت 11 اینجا وایستادم و دارم جلوی مغازه فاتحه دید میزنم. همه چی هم آرومه. خسته کننده، خیلی خسته کننده، خیلی گرمه. آیا این سکوت قبل از طوفانه؟ فاتح مردیه که در اواخر دهه 40 سالگی و مجرد. ببینم که این مرد مجرد چطوریه. خب ببینیم، قد بلندی نداره، موی بلندی هم نداره، یعنی در اصل کلن مو نداره ها. کچله، اصلا کلن کچله. آره کچله. میبینم که حیوونا رو دوست داره. آدمی که حیوونا رو دوست داره کاملا بی آزاره. میبینم که بچه ها رو هم دوست داره. آره بچه ها رو خیلی دوست داره. آدمی که بچه ها رو دوست داره 100% بی آزاره. در یک نگاه کلی میتونم بگم که فاتح یه شخصیت دوست داشتنی و همچنین خونسرد و با وقاره. از من امتیاز کامل رو میگیره. به نظرم آدم خوبیه، عالیه. زود باش. خوب بخوابی بیریجیک، خوب بخوابی. ماشاءالله به این خواب عمیقت. اوف. نهیر قراره ازم چیزی بخوای؟ نه معلومه یه چیزی میخوای. ببین من خیلی خستم، آبرومم رفته، دلم میخواد برم خونه و با آهنگای دپرس بخوابم. لطفا از من چیزی نخوا. 2 ساعت، فقط 2 ساعت. باید 2 ساعت مواظب کافه باشم. نمیشه، خیلی خستم، نمیتونم. آی لطفا نهیر، لطفا. میخوام برم مدرسه پیش آلپر. ای کاش وجود خارجی نداشتم. من قربون کل وجودت برم نهیر عزیزم. 2 ساعت دیگه برمیگردم. لطفا کیفمو برام بنداز. آره بیا کیفتو بگیر، بیا بگیر، برو. ممنونم. همونطوری که حرف زدیم من به این سفارشات میرسم، بقیه‌اش هم بعداً رسیدگی میکنیم. وقت هست. باشه فهمیدم، پس همین کارو میکنیم. حله. چیزایی که در موردت گفت درست بودن؟ تو تا وقتی از این موضوع حرف نزنی خیالت راحت نمیشه. گفتی مستقیم از خودت بپرسم، منم دارم میپرسم. همچین آدمی بودی یا نبودی؟ چه جور آدمی؟ خب اینطوری بگم، یکی که سرش تو کار خودشه، با کسی حرف نمیزنه و اینکه عاشق نشده. موهاشو نگاه کن. خب حالا ما با موهای تو چی کار کنیم ها؟
کاش موهای منم همینطوری بود ولی نیست. خب حالا نمیگم. راستشو بگو، چی کار میکنی؟ هر شب به موهات چیزی میزنی ها؟ باید رازتو بهم بگی براک. ببین براک جون عزیزم، من بهترین میزو میخوام، از اونا که یه منظری خوب داشته باشه، ولی یه چیز خاص برام بیاری، هر چیزی که آمادگی شده باشه. برو ببینم. منم داشتم دنبال یه جا میگشتم که قهوه بخوری. وقتی گزینه زیاد باشه انتخابت سخت میشه. رئیس نظرت چیه؟ کجا بشینیم؟ تو هم با ما بیا دیگه. من یکم کار دارم. به شما خوش بگذره. اصلا شل نمیکنه مردی که سرسخت، ولی من کاری میکنم از من خوشش بیاد. آلپر، میدونستم میای. تو خیابون روبرو شدیم و گفت مدرسه به ترمیم نیاز داره. گفت اگه فارغ التحصیلا یه دستی به اینجا میکشیدن بد نمیشد. منم گفتم البته آقای مدیر هر چی لازمه بگین. ظاهرا این لازم بود. خیلی قشنگ شده. خاطراتم برام زنده شدن. یادته من اونجا میشستم. منم اونجا پشت تو بودم. همش یه چیزی پرت میکردی سمتم. خب حوصله‌ام سر میرفت. همیشه هم تقلب میکردی. دختر تو خیلی درس میخوندی، چی کار میتونستم بکنم؟ تو هم باید میخوندی. وقتی بارون میبارید همیشه از این پنجره بیرون رو نگاه میکردی. تماشای بارون رو خیلی دوست داشتم. خب نه دیگه بابا. الان نشونت میدم. همیشه با ما فوتبال بازی میکردی. با در بطری همه تون رو له میکردم. آره پاهامونو له میکردی ملیسا جون. قانونم سرت نمیشد. زورت هم از ما بیشتر بود. چه روزای خوبی. واقعا زمانای قشنگی بود. تو هم بد نیستی یا پسر. دمت گرم بابا. آی پسر تو چه نفسی داری یا؟ خوب خسته شدیم. یه چیز خنده‌دار اعتراف کنم؟ بگو. سال اول دبیرستان من یه مدت، البته خب بچگی بود دیگه، چیز مهمی نبود، وقتی بارون میبارید و تو از پنجره بیرون رو نگاه میکردی من همش تو رو نگاه میکردم. چون تو نگام نمیکردی میتونستم راحت نگات کنم. حتی یادم بعضی وقتا تو دلم میگفتم ای کاش بارون بباره. خیلی مسخره به نظر میرسه مگه نه؟ یه چیز احمقانه و بچگانه. تعریف کردم که بخندیم. ببینم نمیخندی؟ نه میخندم. خیلی چرته مگه نه؟ خیلی چرته. فراریا رو باش. دختر تو کجا بودی؟ الان که فعلا اینجا. آخه چند ساعت خوابیدی نگران شدیم دیگه.
عجب. آخه همتون جای خونمو بلد بودین، یعنی میتونستین به هم سر بزنی. دختر ما فکر کردیم تو میری مغازه. اتفاقا اومدم مغازه، ولی نهیر گفت اومدین اینجا. من بهت گفته بودم که با مدیر روبرو شدیم و قرار کلاس ها رو درست کنیم و این چیزا. آره متوجه شدم. خیلی خوبه، عالیه. به تبریک میگم. تو میخوای چی کار کنی ملیسا جون؟ کاری نکردم. من برم دیگه. دیوارا خیلی قشنگ شدن. دست طلا آلپر. تو رو هم تو مغازه میبینم. البته خودت میدونی شایدم نیای. ما بعداً در مورد اینا حرف میزنیم عزیزم. ملیسا ممنون که اومدی. ای وای زهر ترکم کردی. کیو زهر ترک کردون با؟ دختر تو چی کار میکنی؟ تو چی کار میکنی گرکم ها؟ اینجا من سوالا رو میپرسم. ها خب تمیزکاری میکنم، دارم آشغالا رو جمع میکنم میندازم دور. همه جا پر آشغال شده، همه جا پر از آشغال شده، باور نمیکنیم. باید برم بیرون. حالت خوب به نظر نمیرسه ها؟ نه من حالم خوبه، فقط یه کمی کار دارم. شاید فقط کار نداری، شاید فکر جای دیگه گیره عزیزم. پلک بزنی گورکم میفهمه. چی داری چرت و پرت میگی گورکم؟ من اصلا نمیفهممت. چی میگم؟ چی میگی عزیزم؟ بر طبل شادی بکو، فریاد شادی سرکن سلما جون. مسخره بازی در نیار. میگم گرکم کلی کار دارم، تو رو با آشغالا میندازم دورا. فقط یه چیز بهت میگم، فاتح. خب که چی؟ کی هست؟ همون که موهاش تا اینجاست، اینجوری. خب چی خب؟ بالاخره داره عمر میگذره و تو هنوز مجردی. اونم حیوونا رو خیلی دوست داره. باورم نمیشه این پایان خوش مبارک باشه. گرکم همچین اتفاقی نمیافته، میدونی دیگه. فاتح و منو فراموشش بکن لطفا، فراموش کن. اعتراضی وارد نیست، فهمیدی؟ تا ابد به خاطر عشقتون شادمانی میکنم. من فکرامو کردم، تصمیمم گرفتم. فردا میری سر قرار، باشه؟ بای. ای خدا از دست تو گرکم. منم داشتم دنبال یه جا میگشتم که قهوه بخوریم. وقتی گزینه زیاد باشه انتخابت سخت میشه. رئیس نظر چیه؟ کجا بشینیم؟ تو هم با ما بیا دیگه. خیلی دلم برات تنگ شده بود. تو چرا میخوای 2 ماه اینجا بمونی؟ خب راستش خیلی تو استانبول موندم، همش ترافیک و شلوغی و سر و صدا. میدونی دیگه، گفتم تا زمستون یکم به خودم استراحت بدم. عروسی زینبم خیلی خوب موقع شد و اینکه فکر میکنم عاشق این جزیره بشم. عروسی زینب درسته؟ خیلی خوب، حالا تو به هم بگو وضعیتت با پویراز چطوره؟ هرچند که گفتی چیزی نیست. کدوم وضعیت؟ بی خیال دیگه، پسر خفنیه به نظر من که میشه.
میشه از موضوع دیگه ای صحبت کنی؟ حزیرا نه پیچو، دیگه خیلی معلومه. بیا به من بگو، به نظر تو چرا نمیشه؟ فقط به خاطر اشتباهات خودمه. ولی این چیزا که با عجله پیش نمیرن. شاید الان واسه شما زمان خوبی نیست. صبور باش، زندگی راه درست رو بهت نشون میده. همونطور که گفتم از موضوع دیگه ای حرف بزنیم. من میگم دیگه منو به چشم دوست پسر قبلیت نگاه نکن ها؟ جدیم، منو مثل یه دوست جدید ببین. واقعا بعدش خیلی طبیعیه که امروز همچین حسی داری. اگه میخوای میتونی باهاش حرف بزنی. چرا؟ مگه امروز چشه؟ حسیرا تاریخ امروز رو ببین. امروز سالگرد بابامه. امروز سالگرد بابامه. باورم نمیشه. من اولین بار فراموش کردم. چطور همچین کاری کردم؟ بعد سالها اولین باره که فراموش کردم. تو چطور یادت اومد؟ برای تو خیلی مهم بودن. من چیزای مهم رو فراموش نمی کنم، ولی آخه نمیخواستم با این موضوع احساس بدی بهت بدم. متاسفم. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerin nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce.